از بهایم از همون حیوان های می شود که خونگی باشند. از بز گوسفند می شود، از گاو می شود و از شتر. از همیا قربانی می شود. یعنی خداوند مخصوص همیا را مخصوص کرده است. بز گوسفند و گاو و شتر. مثلا از بز کوهی نمی شود، یا که آهو را از جنگل به قپیم بیاریم نمی شود. اگر چنده که گوشتی و حلاله، اسب گوشتش حلاله، اسب قربانی نمی شود، پرنده قربانی نمی شود. مثلا گوزن هم که به قپیم بیاریم شکار کنیم قربانی نمی شود. از همین چیزایی که نامبر شد فقط قربانی از همین می شود. خب قربانی سین سالش بز گوسفند 1 ساله بالا باشه، گاو از 2 ساله بالا باشه، شتر از 5 ساله بالا باشه. در گاو در شتر تا 7 نفر شریک شده میتونه. 1 نفر هم میتونه بکنه، 2 نفر هم، 3 نفر هم، تا 6 تا 7 نفر هم میتونن در گاو یا در مثلا که شتر شریک شن. اما بز گوسفند فقط از 1 نفر میشه. بز حتما از 1 ساله بالا باشه، حتما. سین سال شرط است. اگر زمین 1 سالگی و 2 سالگی و 5 سالگی بتیم یا محکم باشه، اگر قربانی نمیشه. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استرخوان دراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغای ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم‌های ما در تماس برایید. سلمان روی زمین معلوم است که الله ذوالجلال ببین پایه مبارکه و الفجر و لیال عشر، قسم به صبحگاه و فجر، قسم به لیال عشر، که همین 10 روزی که دهه از ماه ذوالحجه دهه اول است، بهترین روزهای سال است. هر خیر و عمل صالحی که در این دهه ما به جا میاریم ثواب و ارزش خیلی بلند است. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که صفت میکرد، صحابه گفتند هر چقدر که پیامبر صفت میکرد، صحابه گفتند حتی از جهادی در راه خدا هم، پیامبر گفت حتی از جهاد فی سبیل الله هم ثواب و مرتبه روزها بالاتر است. در این دهه را به عبادت، به عمل صالح گذراندن برای ما و شما مسلمانان ضرور است. عمل صالح، تلاوت قرآن، خیر و صدقات، 5 وقت نماز به جماعت در مسجد خوندن، نمازهای نافله را خواندن، نمازهای تهجد را به جا آوردن. البته که آدمایی که تلاوت قرآن کردن نمیتونن، لااقل همین ذکر از همه در بهترین، مثلا استغفار گفتن یا صلواتی بر روح پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستادن که هم استغفرالله گفتن هم به آیت ثابت است، صلواتی بر روح پیامبر صلی الله علیه و سلم هم به آیت ثابت است، یا ذکر لا اله الا الله گفتن. هر عملی که باشد، عمل صالح در این دهه بسیار اجر ثواب پاداشی بزرگ دارد. و البته که در این دهه باز مادری که در سن 87 قریب 90 سال میشه، اگر به حساب دیگر قطع حساب کنیم 90 سال میشه. این 87 تا 90 سال دیدن هم خیلی عمری پر خیر با برکات است که به این عمر رسیدن البته هر کس هم نمیرسه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که کل ما طال عمر مسلم فهو خیر. هر چی قدر که عمر مسلمان دراز شده همون قدر خیر است، همون قدر برکت است. بعدن پدر و مادر خودش یک نعمتی هست، یک برکتی هست که در همین خاندان اگر همون قلب شم که باشه، اگر هیچ از دستش نیاید، همون خودش وقت یک نعمتی هست، یک خیر برکتی هست. پدر و مادر بسیار نعمتی بزرگ است. اگر 87 تا 90 نه، اگر 100 سال 150 سال هم که عمر ببینه، بگوی که کم از دوی ما باشه، بسیار یک نعمتی بزرگ است. و در این دهه البته که باز دهه بسیار چی از پرفیض و برکات و دهه پر از خیر و پر از برکت، که در این دهه در روز دهم 6 رودی عید قربان است که این سال نه 20 در روز سه شنبه، یعنی که همه عید قربان انشاءالله که برگزار میگردد. و
و یک روز پیش از عید قربان یوم عرفه میگن. اینه انشالله که همین ما بیگه عرفه دا قرار داریم. اینه از پگه تکبیر تشریق سر میشود. از نماز بامداد بعد از نماز فرض همه چی از امام قوم تکبیر تشریق میگن. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. همین را گفتنش واجبه. بعد 5 وقته نماز، یعنی روز عرفه را میگیم، روز عید قربان را میگیم، با چی هست که همگی 23 وقت نماز میشود. همین را بعد از نمازهای فرض باید که همین ذکر تکرار کنیم. حتی زنها که در خاندان هم که نماز میخونن، زنها هم باید که همین ذکر بکنن. اگر به شرطی که امام فراموش کرد، یکی از این قوم باید بیاره که مثلا یک بار بلند الله اکبر بگه که امام میره بجا بیاره. بعد که چی هست که قربانی کردن که روزی هر جا نشسته که داریم فقط سوال و جواب از قرآنی هست، سوالای تلفنی هم سوالای فقط قرآنی هست، خود درباره قربانی هست. قربانی البته که برای کسانی که داراییشون به حد نصاب رسیده باشه به گردن او قربانی واجب است. قربانی فقط که از چی می شود؟ موافق قانون شریعت، موافق آیه قرآن، قربانی از بهایم، از همون حیوان‌های می شود که خانگی باشند. از بز گوسفند می شود، از گاو می شود و از شتر. از همیا قربانی می شود. یعنی خداوند مخصوص همیا را مخصوص کرده است. بز گوسفند و گاو و شتر. مثلا از بز کوهی نمی شود. یا که آهو را از جنگل به قپیم بیاریم نمی شود. اگر چنده که گوشتی و حلاله، اسبن گوشتش حلاله، اسب قربانی نمی شود. پرنده قربانی نمی شود. مثلا گوزن هم که به قپیم بیاریم شکر کنیم قربانی نمی شود. از همین چیزایی که نامبر شد فقط قربانی از همین می شود. خب قربانی سین سالش بز گوسفند 1 ساله بالا باشه، گاو از 2 ساله بالا باشه، شتر از 5 ساله بالا باشه. در گاو در شتر تا 7 نفر شریک شده میتونه. 1 نفرم میتونه بکنه، 2 نفرم، 3 نفرم، تا 6 تا 7 نفرم میتونن در گاو یا در مثلا شتر شریک شدن. اما بز گوسفند فقط از 1 نفر میشه. بز حتما از 1 ساله بالا باشه، حتما. سین سال شرط است. اگر زمین 1 سالگی و 2 سالگی و 5 سالگی تیم یا محکم باشه اگر قربانی نمیشه. خیلی مسئله نازکه میره باید جدی بدونیم. فقط در بین یا گوسفند فرقیت داره که جزعه میگن. اگر از 6 ماه بالا باشه مثلا 7 8 9 ماه و 10 ماه باشه، اما فربه باشه، بلند قامت باشه، جسمش کلان باشه، مثل 1 ساله و در بین 1 ساله باشه، همون رخصت هست. همین رخصت فقط در گوسفند است، دیگر در بز، در مثلا گاو، در شتر این رخصت نیست. دیگر شرط قربانی همین است که به عیب باشه. یعنی قربانی وقتی که خودش یک عبادتی است، عبادتی چی است که مالی است، به عیب باشه. مثلا لنگ نباشه، لاغر نباشه که راه گشته نتونه نمیشوه، یا کر نباشه نمیشوه، کور نباشه نمیشوه، یا که مثلا که شاخ شکستگی از ویخ باشه ایرم نمیشوه قربانیش. یعنی گوشش بریدگی باشه نمیشوه، یا که از مادرم تولد شده باشه بیگوش باشه، یا گوشش میده چه باشه اینم نمیشه قربانی. یعنی قربانی همون مالی را باید قربانی کنی که به عیب و به کمبودی باشه، سالم باشه، چاق باشه، فربه باشه، بردم باشه. خب در این با فقیه ها بحثای زیاد دارن. فقط اگر شاخ از بالا شکستگی باشه، اندک باشه میشوه، دیگه هم رخصت است. یک حدیث از روایت حضرت علی رضی الله تعالی عنه هست که قربانی باید گوشش سوراخ نباشه، بریدگی نباشه، چشمش کور نباشه، شاخ شکستگی نباشه. این حدیث فقیه ها در اولویت و افضلیت گرفتن. یعنی که اولا و افضل همی است که یگان جاش کمبودی نداشته باشه، کمبودی نداشته باشه. لیکن فقیه ها با چی است؟ مثلا این طریق گرفتن که اگر از ویخ شکستگی باشه شاخ نمیشه، کم ترکش باشه میشه. یا مثلا گوشه 3 حصه میکنیم، از 3 حصه اگر 1 حصه زیاد، اگر به شرطی که زیاد اگر کلتش بریدگی شده باشه یا قربانی نمیشه.
یا دنداناش پاک ایزا ریختگی باشه، پیری بسیار که دیگر خوردن نتونه، قوت نداشته باشه، دندان در جای نیامده است، اما از حساب ضعف لاغریش اینا میگه نمیشه. یا به جای قربانگاه راه گشته نتونه، لنگ باشه، چلاق باشه، اینا قربانیش نمیشه. در بین یا اخته کردگی باشه اگر میشود، حتی قربانی که اخته کردگی باشه این ثوابش زیادتر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 سال در مدینه منوره بودن، هر سال رسول خدا صلی الله علیه و سلم دو تا قشقار قربانی میکردن. شاخدار بودن، کبوترنگ بودن، اخته کردگی بودن. اگه به خاطر که گوشت قشقار مثلا اخته کردگی باشه، اگر گوشتش پاک و تازه میشود، همون خلاصیرین روانوکیش ضررنوکیش که در بعض کسلا مزیره همون نیست میشود. یا مثلا همین تکم اگر بکشنش درسته، لیکن گوشتش بسیار بو میکنه، خودش چیزی کم کم مثلا باولا بو میکشه، بی تمیزه. اگر به شرطی که هم تکم اخته کردگی باشه، هم بلندقد و بوزبالا میشه، هم گوشتش سیرکه میگن که گوشتش پاک و تازه میشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم اخته کردگی را قربانی کردن، یعنی اخته کردگی هم باشه قربانیش درست میشه.